یک داستان به یاد من آمد، صحبت را خلاصه می کنم و اتمام می رسانم. امام محمد غزالی رحمه الله تعالی قبل از اینکه این موضوع رو بیان کنم اجماعاً صلوات بلند. امام محمد غزالی رحمه الله تعالی در کتاب مکاشف القلوب یک داستان بیان میکنند. امیدوارم که جوانان بیدار شوند. جوانانی که بیدار نیست، شما الحمدلله همه بیدارین، ولی من این پیامر امید دارم که جوان غافل از طریق رسانه که میشنوه بیدار بشه و چنین حالتی نکنه به سراغ ما بیاید. یک جوانی بود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدور بود، نه نماز، نه طاعت، نه عبادت، نه درود بر رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم. شبی از شبها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به خواب میبیند. این جوان از خدا بیخبر و شقی پیامبر اکرم را به خواب میبینه، ولی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم غضبناک هستند، چهره خود را از این جوان میگرداند. جوان میگرید، میگه یا رسول الله چرا چهره خود را گشتندی؟ من امت شما هستم، چرا چهره میگردانی؟ رسول معظم اسلام میگه ای جوان تو چی کسی هستی؟ من تو را نمیشناسم، من تو را نمیشناسم، تو چی کسی هستی جوان؟ میگه علما بیان میکنن که محمد رسول الله امتیان خود را میشناسند، شما چگونه مرا نمیشناسید؟ محمد رسول الله بخواب به او جوان میگن بله من امتیان خود را میشناسم ولی من تو را نمیشناسم. تو مرا نشناختی، سنت مرا به جا نکردی، یک روز برای من درود نفرستادی، طریقی من نیامدی، با من وصل نشدی، من تو را در دنیا نمیشناسم. جوان از خواب بیدار می شود، میگه پیامبر اکرم مرا در دنیا نمی شناسد، ولی صحرای محشر وقتی که از قبر بلند شدم، سر خود را بلند کنم، لحظه‌ای که همه بندگان خدا میرن در کنار محمد، آیا پیامبر مرا می شناسد؟ آیا میگه تو امتیم هستی بیا تو را به آغوش بگیرم؟ آیا مرا می شناسد؟ جوان توبه می کند، باز می گردد، رجوع می کند به خدا و پیامبر، درود بر رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم. یک سالی میگذرد، جوان باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به خواب می بیند. این جوان محمد را به خواب می بیند. پیامبر میگه جوان من تو را می شناسم، بیا آغوش من محمد رسول الله، بیا که من جبین تو را ببوسم. این جوان توبه میکنه و باز میگرده، رحمت للعالمین را به آغوش میگیرن. جوان، خواهر، برادر، پدر، از کدام حالت ما؟ اولی یا دومی؟ اگر صحرای محشر چنین حالتی بیایه، رسول الله بگه من تو را نمیشناسم، چی کار بکنی؟ چی حالتی بر سر ما میآید؟ ای خواهر بی حجاب، ای خواهر که دنبال پیامبر نرفتی، صحرای محشر اگر رسول الله تو را نشناسد چی جوابی میدی؟ چی کار میکنی؟ ای جوان، خواهر، برادر، بیاییم متوجه بشیم، متوجه به خدا بشیم، متوجه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشیم. نشه که چنین حالتی بیایه صحرای محشر، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم دیگه من تو را نمیشناسم. خدای تبارک و تعالی از چنین حالتی، از چنین لحظه ما را نجات بده. پروردگار عالم به شما جوانان عزیز برکت عنایت فرمایه.